امام بخاری الله تعالی رحمت و مغفرت کند گفتند که حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابن مسعود عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهي له صدقه. ابو مسعود بدری رضی الله عنه میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین گفتند: اگر مرد به اهلش نفقه کند، به اهل یعنی به زن و فرزندانش، به زیر دستانش خیر و سخاوت کند، نفقه کند، طعام دهد، لباس خریده دهد، یحتسبها، باز امیدی ثواب کند، الله تعالی برای من ثواب میدهد، برای اینا طعام دادن ثواب است، برای اینا لباس خریده دادن ثواب است، گفته فکر کرده خریده دهد، فهی له صدقه، همین برایش صدقه حساب میشه، یعنی اجر، برایش اجر حساب میشه، ثواب میگیرد. اگر نیت نکرده دهد چی؟ نیت نکرده دهد همین وظیفش ساقط میشه، خلاص. این اصلا پدر سردار عائله باید اهل عائلش به خوردن و لباس تأمین کند. الله تعالی میگه که و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، و بر ذمه پدری فرزندا واجب است که طعام دهد آنها را و لباس خریده دهد با معروف، یعنی با نیکی، یعنی زیادی بدم نه کمم نه، به قدر احتیاجشون، به قدر عرف باید به آنها طعام دهد، لباس دهد. این وظیفه پدر است، خورانیدن اهل عائله و لباس خریده دادنش این وظیفه پدر است. لیکن در وقت خریده دادن یا در وقت اون لقمه دادن با ثواب اعتقاد کند که همین حاضر همین طعامی که همین ها میخورد من ثواب میگیرم، گوید الله تعالی ثواب میدهد. اگر همین اعتقاد نکند فقط وظیفه ساقط میشد، خلاص. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم که اگر مرد به اهلش نفقه کند، یعنی نفقه خواه پولی نخ دهد، خواه طعام خریده دهد، خواه لباس خریده دهد، خواه پولی اجاره سپرد، خواه پولی برق دهد، همین ها نفقه حساب میشد. یحتسبها، با همین امیدی ثواب کنن، ان شاء الله ثواب میگیرم، آخر اهل و عائله خودم به نیکی کرده اسلام گفت فهی له صدقه، و برای همین آدم صدقه نوشته میشد. خب آیا صدقه نوشته میشه به معنای آیا به اهل و فرزنداش صدقه داده است؟ نه، به معنای اجر گرفته است. چون که اگر ما این صدقه ترجمه کنیم، رفت و اگر زنش زنی توره باشد، یعنی ایشان باشد، خیشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد زنش، برای خویشاوندان پیغمبر صلی الله علیه و سلم صدقه ممکن نیست. اینجا فقط کلمه نفقه، کلمه صدقه به معنای نفقه هم میبیاد. بنابراین فهی له صدقه گفتن، همین کاری کردگی نفقه‌ای که به اهل و عائلش کرد صدقه حساب میشد، یعنی به معنای اجر میگیرد، نه به معنای صدقه. و اجماع علما اگر آدم به زنش، اگر زنش هاشمی باشد، یعنی از آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، زنی آدم به زنش پول تید و این نفقه‌ای که بر ذمه شوهر واجب است و صدقه حساب نمیشه. صدقه خوردن به پیغمبر و آل پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرام است. گفتن که کخ انها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقتی که حسن و حسین به خرمای صدقه دست کرده گفتن که کخ این طعام افلاس است، انها لا تحل لمحمد صلی الله علیه و سلم، این برای محمد حلال نیست، ولا لآل محمد، و نه به خویشاوندان محمد. زکات صدقه برای خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازت نیست گرفتنش، اون حلال نیست، اون حرام است. صدقه زکات فقط به غیر خویشای پیامبر صلی الله علیه و سلم داده میشه. خب اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم فهی له صدقه گفتن، همین نفقی کردگیش صدقه حساب میشه. یعنی اینجا آیا کاری حرام کرد؟ نه، این کاری حلال کرد، وظیفش اجرا کرد. اینجا فهی له صدقه، فهی له اجرون، به معنای این براش اجر حساب میشه. بنابراین برادرای عزیز، وقتی که به خانه‌تان خرید کرده میبیایید، لباس خریده میتید یا پول میتید به زنتان، یعنی ثواب امید کنید.
دانید که این کارتان کاری خیر است، کاری ثواب است، غیر از اینکه واجب است. حالی بعضی آدم ها حقی زن و فرزندش نمیتید، صدقه حالی اون طرف است، زیادتی اون طرف است، حقش نمیدید. بچهش گرسنه، بچهش بیمار میشد، زنش میگوید که زنگ میزنم برای یکی دارو خریدن لازم پول فرستان یا دکتر بردن هم لازم پول فرستان، تا 4 نیز پیسکه میکنن. نعوذ بالله. خب اگر آدم برای زنش پول تید، برای فرزنداش پول تید و اگر همین ثواب اعتقاد کند، با علاهیده ثواب داده میشد، غیر از اینکه این وظیفش است. این حدیث همین را افاده میکند و امام بخاری اینو در کتاب ایمان آوردن، برای آنکه محل ایمان، سرچشمه اصل ایمان از قلب شروع میشد. باید در قرارت قلبش به یگانگی الله تعالی ایمان بیارد و به پیغمبری رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت محمد علیه السلام ایمان بیارد، در قلبش تصدیق کند، با زبانم گوید و با عملم اجرا کند. و این نفقه کردن به اهل و عائله هم ایمان عمل است، لیکن برای این اگر خواهد که ثواب گیرد باید در قرارت قلبش نیت کند. نیت هم محلش قلب است، خیلی که محل ایمان قلب است. والله تعالی اعلم.